جوانان ترک اتفاقی گروه‌های اصطلاحگران بوده علیه خلافت عثمانی فعالیت بودند. سال 1889 در استانبول گروهی از دانشجویان بر ضد سلطان عبدالحمید در تشکیلات مخفی پنهانی متحد گشتند. حرکت آنها با سرعت تیز به دیگر دانشگاه‌ها پهن گردید. وقتی که سوءقصد آشکار شد، اکثریت لیدران حرکت‌های مذکور به پاریس فرار نمودند و در آنجا برای سرنگون نمودن سلطان عبدالحمید تیاری نمودند. کمیته اتحاد و ترقیات تشکیلات جوانان ترک بودند از برنامه اصلاحاتی پشتیبانی می‌کردند. یکی از مشهورترین مهاجر حریت پرور احمد رضا بود که سخنگوی کمیته مذکور به شمار می‌رفت. کمیته اتحاد و ترقیات و گروهی رقابت کننده با آن لیگ تشبث‌های شخصی در فعالشوی فکرهای حریت پروری نقش اساسی را بازیدند. فعالیت ایدئولوژهای حریت پرور که از طرف مستملکه‌داران دستگیری می‌شد، سال 1908 به انقلاب جوانان ترک مبدل گردید. 3 ایولی سال 1908 مایار شعبه سیوم احمد نیازی بر ضد حکومت محلی در ناحیه رسنی شورش را سرداری نمود. دیگر تشکیل کنندگان سوءقصد به احمد نیازی پیروی نمودند و بالاخره اسیان به تمام ترکیه پهن گردید. در حالت نداشتن امکانیت تکیه نمودن به نظامیان دولتی، سنه 23 ایول سلطان عبدالحمید برقرار شوی سرقانونی سال 1876 را اعلان نمود. جوانان ترک به سر حاکمیت آمده اصلاحات ها می‌گذراندند، علل خصوص نسبت اداره محلی که آنها را به متمرکز شوی بزرگ نائل گردانید. برنامه رژیم جوانان ترک به سکولاریزاسیون شوی نظام حقوقی بیشتر تاثیر گذاشت. لیدران جوانان ترک بی‌طرفی را در جنگ یکم جهان ویران نمودند، در صف دولت‌های ابرقدرت برآمده بودند. روحیه سکولاریسم و ملت‌گرایی جوانان ترک اینچنین مداخله مستملکه‌داران بالاخره دولت خلافت را سرنگون ساخت. عاقبت همه این کارها تا به امروز در همه گوشه کنار عالم اسلام با مشاهده می‌رسد.